امانتی رو تسلیم کردم بیادر. سعیس زنده باشی. علیحان پدر ببین چی میگه. تو دیگه دویگوره نبین. از این کده میگفت برو خدا بکش که راحت شوی. پیلوت بدبخت. خب حال و آدم هم به جانب است. اما بازم چی بگویم دیگه. یعنی من در دنیا یک دقیقه نباید خوش باشم. بله چشم آبی من. بازم کار کردی. خوب احساساتت قابل قدر سما. مرا زیاد خوش ساختی. دلت جمع. پدرم در دواخانه نبود. تشویش نکن. حتما کدام سوی تفاهم شده دویگو. ما به کسی گلمول روان نکردیم. چطور یعنی؟ محترم اینجا استاد میکنیم. نباید متوجه شوند. صد فیصد با دوربین 4 طرف سیل دارن. تو زود طرف برو. من از پیش روی میرم. سعیس علی متوجه خودت باش. تو هم. خانم عزیزه، بس است دیگه. پیشانی تا ترش نگی. ببین امشب با مای اصل میریم بخیر. کمی خنده کنه؟ مجنم آقا کرد؟ اویگار؟ صدایم شناختی نه؟ از اینکه مرا واقعا دوست داری میفهمم آقا کرد. تو کجا هستی؟ سوالت اشتباس آقا کرد. این مهم نیست که من فعلا کجا هستم. این مهم است که علی فعلا کجاست. بگو. دا پایین آقابان سیفدا کجاست؟ زن من میگی؟ همینجاست. در پیشم است. یعنی باید در کدام جای دیگه می بود چطور؟ ما پس میم تو اینجا باش.
سفدا با تعقیب کردن ما ادامه بتی علی هروغلو. لوده ما تو یک معامله کرده بودیم. ما طبق معامله خود عمل کردم و به علی ضرر نرساندم. اما در بین معامله ما خانم من نبود. از خاطر ما خانم خود گرفتم. اویگار بیایه کجاست اویگار؟ گفتم کجاستی؟ با علی بفهمان که دیگه مرا تعقیب نکنه آقا کرد. اگه بازم دیدم که مرا تعقیب میکنه باز وقت شما میفهمین که من چی کارای کردم میتونم. سیف دایم. ببین از تو یک چیز پرسان میکنم. با نظر تو علی او یادداشت خداحافظی که برش مانده بودم پیدا کرده باشه؟ بسیار پست استی اویگار، بسیار پست. علی سفدا وقتی تو این ویدیو را تماشا کنی من در اینجا نمی باشم. اویگار مرا به یک جای بسیار دور میبره، اما اجازه داد که کت تو خداحافظی کنم. امکان داره ای آخرین گپم باشه. سفدا زیاد میخواستم که روبرو همراهت خداحافظی کنم و تو را در بغلم بگیرم، اما نشد. من محبتم در قلبم دفن کردم اینو. از ما پیشه بجز صوفیره که به علی جان دادم دیگه هیچ خاطره ای نمانده. از خوب محافظت کن، بسیار خوب محافظت کن. همینقدر بس از خانم عزیزی خواست که همراهت خداحافظی کنه. ما هم دل سیفدار نشکستاندم. شاید همین قسم بتونی رفتنش قبول کنی جگر گوشه. خداحافظ علی هروغلو. بله ما فکر کنم زیاد خوشت نامد، اما نترس. با خاطر این آمدیم که برات ضرر برسانم. از ما چی میخوای؟ گلاره که برات روان کردم خوشت آمد؟ تو او گلاره برم روان کرده بودی؟ اما ارزش تو را نداره. بچه کدام لوده کوشش کرده که بدوی گل روان کنه؟ کی؟ مانع خود شده نتانستم دویگو، یعنی خانم دویگو. از امروز تاله هیچ فراموشت نمیتونم. حالا چیغ زده پلیس صدا میکنم. از پیش رو این پس شو. این نیاز نیست که بترسی. از طرف ما به تو هیچ ضرر نمیرسه. حالا لطفاً بشنو. گوش کن. اگه بخوای مام نمیتونم به تو ضرر برسانم. ما عاشقت شدیم. بله، در زندگیم اولین بار است که ما عاشق کسی شدیم. لوده گپ نزن، پس شو. از دم روی موز شو. گوش کن، او قسمه که تو فکر میکنی نیست. دست پیلوت گرفتم، برش کار دادم. او را مدیر رستوران خود ساختم. اما او چی کرد؟ در حقم خیانت کرد. ما به خاطر کور از زجر باتم تو را اختطاف کردم. ما در اصل به خاطر که او را زجر باتم تو را اختطاف کرده بودم. به خاطر که میخواستم با زبان خودش گپ بزنم.
اعمال میخوایم و اشتباه جبران کنم بخشش میخوایم. جبران چی ها؟ بخشش چی؟ تو چی چتیت گفته میری؟ بار دیگه هوش کنی پیش رویم نبیایی درست از هوش کنی. صبر کو گپای من اوز خلاص نشده. تو نمیتونی به من دست بزنی. بی غیرت! بیگه! متوجه باش. بخیز لعنتی، بخیز. تو را از بین میبرم. بی شرف توتت میکنم. دویگو ای آدم خوبه تو ضرر نرسان نه؟ اذیتت خو نکرد. اگه بخوای من برای ضرر رسانده نمیتونم. تو تشویش نکن. تو چی میگی نامرد ها؟ چی گفتم میری ها؟ تو را میکشم. تو دیگه مردی بچیم. تو دیگه رفتی. خلاص هستی دیگه. تو کدام شغال هستی که سر دویگوی من چشم دوختی بی شرف؟ پیلوت پدر؟ دا اینجا چی گپ هست؟ علی خان پدر جان خوب هستین انشالله؟ راستش نمیفهم چی بگویم، اما این قسم نمیشه زینبم. با فرار نمیشه از ترست فرار کنی جانم. باید گپ بزنی. تو باید که پدرت رو برو شوی ازش حقیقت پرسان کنی. امرش باید گپ بزنی جانم. اگه او حقیقت قلب ما به درد بیاره چی؟ باور کو از حالا که در قلبت بیشتر به درد نمیاره. شکر که هستی. شکر که تو را دارم. کدام چیز تو را جگر خون ساخته؟ نه دقیقش نشو. سینان ما چطور دقیقی تو نشم. حالا با ما بگو قصه کو چی شده؟ خواهرم اختطاف شده زینب. چی؟ مردی. مرگت در دست من نوشته شده اویگار. من تو را از بین میبرم. پدر او آدم ها کسایی بودن که من اختطاف کرده بودن. کسایی که اختطافت کردن ای آدم ها در چهار طرف تو هنوز هم میگردن. پدر لطفاً با من هیچ پدر نگو بلی آز خدا. پیلوت امی صبح برای توضیح دادم. امی امروز گپ زدیم. از چیزی که میترسیدم اما قسم شد. اونا دخترم اختطاف کرده بودن. حالا بیغم در کوچه پیشوری دخترم میگیرن. ما چی کنیم؟ باعث پدر و مادر با ترس زندگی کنیم؟ جواب بده او بچه. پدر لطفاً. ببین پیلوت،
ما تو را شناختیم. خوشم آمدی. با تو دختر ما را جان خدا مانت دادیم. گفتی گذشته ما خلاص کردم. با تو باور کردیم. سرت اعتماد کردیم. اما قسم نمیشه. فکر کردی من نمیخوایم دخترم خوشبخت شوه؟ اما ما نمیخوایم دخترم با یک مرمی قربانی شده از این دنیا بره. فهمیدی گپ مرا یا نه؟ من نمیخوایم دخترم در سر قبر استاد شده عشق بریزانه. وقتی که پدر شدی باز مرا درک خواد کردی. ببین باز تو را با صلاح گیر کردم. اما آقا علیحان او آدمای بی حیثیت. دلیلش هرچی که باشه دیگه ای عادت تو است. تو اگه ای عادت اعلا کنی ای عادت تو را اعلا کده نمیتونه. همیشه تو را تعقیب میکنه. حق با جانب نیستم ها؟ شما راست میگین آقا. پیلوت تو چی میگی ها؟ دو صورت ای که باید چی کنی خوب میفهمی اما تو نیست؟ پیلوت 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 پدرت راست میگه. دیگه از ما نمیشه. میگی نمیشه؟ اگه پدرت نمیامد ما ده تقدیری او به شرف فایر میکدم. بعدش چی میشد؟ به خاطر گرفتن انتقام او یکی دیگهش پیدا میشد. باز یکی دیگهش. بعدش باز یکی دیگهش. رای ما همی است. دیگو خب فرض کنیم نجمی خلاص شد. باز از کجا مارم که یکی دیگهش پیدا نشه؟ راه ما پر خطر است. دیگو راه ما پر از درد است. در راه تو باید گلا باشه. از او خاطر بر پدرت حق میتم. خداحافظ. چشما بیمه. خداحافظ. پیلوت اوش کنی پشت تا دور نتی پیلوت. اوش کنی پشت تا دور نتی.
به خاطر دویگو هوش کنی. یک بار دور بخو لطفاً. به خاطر عشق ما، به خاطر ما چی میشه؟ خانم عزیزم، کل آمادگی ها گرفته شده. چند دقیقه بعد به بندرگاه رفته و با کشتی خود ما از اینجا به یک جای بسیار دور میریم. سیودا استاد علی، سیودا رو پیدا کرده تانستی؟ چرا قسم میشه استاد؟ در کدام جای قانون به نام نرسیدن به عشق ما نوشته شده؟ فکر میکنی که کافی است که زیاد دوستش داشته باشی؟ میگی فقط خنده کنه. او را او قدر دوست دارم که اگر قلبم درد بگیره در دلم نگاهش میکنم. دیگه هیچ کس به هم نمیرسن، اما کفایت نمیکنه. ممانعت هایی که در بین تو و عشقت است به هیچ شکل خلاصی نداره. باز میگی که در او صورت درست است، به این مانا که عشقت مجادله میخواه. اگر مجادله کنم به عشق میرسم، اما تو میگی او هم نمیشه. وقتی تو به خاطر رسیدن به عشق دست و پای میزنی، او باطلاقی که نامش جدایی است تو را بیشتر به خودش غرق میکنه. اول که غرق میشی نمیفهمی، یعنی تو خود است عشقت اعلان نمیکنی، نه؟ نافهمیده او را هم امروی خود غرق میکنی، از دیگه طرف نمیبینی. وقتی همه چیز میبینی میفهمی که باید بر همیشه دست شیلا کنی. همین قسمت استاد علی. وقتی میگه بدون او نفس گرفتن نمیتونم، میتونه آدم برش خداحافظ بگویه.
ما امروزی را درک کردم استاد. دوست داشتن واقعی بعضا منصرف شدن است. خداحافظ گفتن است. ای را درک کردم. پیلوت ببین، تو هر چی را که درک کردی اشتباه درک کردی بیادر. به خاطر که رفتن شامل محبت نمیشه. اگه بتونی منصرف شوی قلبت نی به ایمان است که نفست خواسته او کسی را که میگفتی دوستش دارم. اگه دوستش داشته باشی هیچ وقت منصرف شده نمیتونی. اگه واقعا دوستش داشته باشی پیلوت منصرف نمیشی. منصرف شده نمیتونی. ده پیش رویت ممانت نی. اگه کوام باشه حتی ده قصهشم نمیشی. بیازو اگه بتونی منصرف شوی او چیزی را که تو حس میکنی محبت نی، هوس نام داره. لعنتی. اویگار ای بار زیاده روی میکنی. بعد از دیگه هیچ کس به تو رحم نخواد کرد. ای آخر راز، آخر رای تو است اویگار. دوست عزیزم، این نامه را به تو به خاطر که از خانواده حفاظت میکنی نوشته میکنم. 2 بچه مو دخترم که هنوز تولد نشده پیش تو امانت هستن. متوجه اونا باش. و از توی خواهش کوچک دگام دارم. اگر پیش از آمدن دخترم او را ندیدم از دنیا برم با سرو نام مادر مرحوم مبان، یعنی زینب بان. در امان خدا باشی. اما این قسم نمیشه زینبم. با فرار نمیشه از ترست فرار کنی جانم. باید گپ بزنی. تو باید کت پدرت رو برو شوی ازش حقیقت پرسان کنی. امرش باید گپ بزنی جانم. اگه او حقیقت قلب ما به درد بیاره چی؟ باور کو از حال که در قلبت بیشتر به درد نمیاره. روبرو میشیم سینان، روبرو میشیم. به خاطر خودم، به خاطر تو روبرو میشم. نمیترسم. کیف دوستم. وعده که با تو دادیم کوشش میکنم به او وفا کنم، اما نتونستم اولادای تبا هم یک جا نگاه کنم. زینب خوش آمدی دخترم. بیا بشینه. خب زینبم،
چطور هستی؟ حالا بهتر شدی؟ خوب هستم. ما میخواستم امرت گپ بزنم. البته، چرا نه؟ پدر بچه؟ قرار بود کشتی ها رو ببرم دعا بندازم. کشتی که سفدا خواهر دادم میشه دا اونجا بندازم؟ اما نشد. میری محبت ما در قلبم دفن کردم میرو. از ما پیش تو هم بجز و توفیه که به علی جان داده بودم دیگه هیچ خاطره نمانده. از او سعی محافظت کن. 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 البته منظورش همی بود. من چطور نفهمیدم؟ پدر؟ زنده باشی بچه. من زود پس میم، درست است؟ علی چی شده؟ علی باز دی وقت کجا میری؟ از اختطاف شدن خارس اینان خبر داری زینب؟ کوشش میکنم اما هنوزم کدام نتیجه به دست نآوردم. اگه بخوایی پیداش میدانی؟ پیداش میکنم، پشتش میگردم. تو با خاطر گفتن همی گپ آمدی؟ بله. نه پدر، اصل من میخواستم بپرسم که من کی هستم. پدر اصلیتم چیست؟ مادرم کیست؟ من کدام خانواده ندارم. میخواستم بگویم چرا مرا ایلا کردن. زینب دخترم، تو خوب هستی؟ خوب هستم. مشنام علی. اویگار سفداره با کشتی فرار میده. مطمئن هستی؟ 100% مطمئن هستم. سعیس، ما به بندرگاه خبر میتم. سعیس، منتظر خبرت هستم. تشویش نکو. بدونی که به ما خبر نتن هیچ کشتی حتی از بندرگاه شورم خورده نمیتونه. اویگار سفداره هیچ جایی برده نمیتونی. ما بعد از این که چند جای زنگ زدم میخوایم که از خانه بیرون برم. اجازه میتی دخترم؟ البته. بیا خانم عزیزم بیا. چند دقیقه میبراییم. با تو چند تا کالا گرفتیم که در آب بپوشی. بیا زو وقتی که در اونجا رسیدیم با دلت خریداری کده میتونی. هرچی کنم یا هرچی بگویم بازم از رفتن منصرف نمیشینی؟ هیچ چیزی مرا از تو منصرف کده نمیتونه سفدا. یک زندگی نو، یک زندگی خوب و خوش را با هم شروع میکنیم بخیر. مرا اینقدر زیاد دوست داری اویگار. اونقدر دوست داری که حاضر هستی به خاطرم کل چیز ایلا کنی. اینا خیلی چیزام نیستن. من تو را به حد و به اندازه دوست دارم سفدا. یعنی اینقدر دوستم داری؟ محبت تو حتی از نفرت مکد زیاد قوی نی؟ زیاد قوی. از اینکه ایره درک کردی بسیار خوش شدم. شایدم نیاز نباشه بیشتر از اینو تو را درک کنم. شایدم جنگ کردم با تو را ایلا کده. اجازه بتم که مرا دوست داشته باشی. آه سفدا، اگه یک دفعه ای کارا بتانی باز وقت میفهمی که من تو را چقدر دوست دارم عشقم. درست است.
پس امتحان میکنیم. مرا اشتباه درک نکو، اما این قسم هم نیست که خوشم نامده باشه. مگم این تغییر کردن تو مرا کمی متعجب ساخته سیفدا. چرا؟ نمیتونم قبول کنم که دیگه هیچ چانسی برم نمونده. در صورتی که هر کاری که میکنم بازم از دوست داشتن منصرف نمیشی. خب مام، بجزی که کوشش کنم سر جلاد عاشق شوم دیگه کاری نمیتونم. چی میشه مرا جلاد نگو. ما سر تو به اندازه که سر نفسم حاکم شده نمیتونم عاشق هستم. هرچی از تیر شویم. گوش کن، من زیاد فکر کردم. بالاخره فهمیدم که نمیتونم از تو فرار کنم مایگار. اگه زندگی برام زهرام شوه کوشش میکنم تو را از این به بعد دوست داشته باشم. تو راست میگی؟ واقعا راست میگم. اما قسمی که خودتم گفتی لطفا به من کم وقت بدی، درست است؟ من به کم وقت ضرورت دارم. شاید به مرور زمان تو را تو چی میکنی سیفدا؟ صبر سیفدا، چی میکنی؟ قاتل تو میشه مایگار. عجله کو آقا کرد، عجله کو. میشنم. سعید، زود افراد ما اونجا روان کنین. آقا کرد. علی، پیدا کردیم. یک از کدام بندرگاه میرن فهمیدیم مال اونجا را محاصره میکنن. منتظر باش. کدام بندرگاه؟ سعید، همیالم اونجا میرم. آی پدر، بیرون میرین؟ بله، با نجات سیفدا میریم. بسیار تشکر. ای که چی رپوت میکنی، چی پلان داری، کلش خود فهمیدم. رمز از چی خواد بود؟ به تنها جایی که تو میری گورستان است اویگار. صبر نکو. ببین هیچ چیزی تغییر نمیکنه. در بیرون نفرای ما هستن. اگه ما با مرامم هیچ چیزی تغییر نمیکنه، هیچ چیزی هم خلاص نمیشه. فهمیدی؟ هیچ چیز خلاص نمیشه. خلاص میشه. کم از کم تو خلاص میشی. نکو. بازی کابوس هم خلاص میشه. نکو سیفدا، نکو. هنوز نرسیدیم موقع کرده راستون. محاصره شد علی. با کشتی که اویگار میخواست فرار کنه موفق شدن کاپیتانش سر گپ بیارن. در جایی که پد شده آدرسش دادن. ده کجاستن؟ همیال موقعیت شبرت روان میکنم. ما ممو طرف روان هستیم. سیس. انشالله ده دوزخ ده آتشش بسوزی اویگار. میگم صبر کن. نکو.
بسیار هیجانی هستم سیفدا. ها یک چیز برات بگویم، به خاطر که عشق ما را زنده نگاه کنیم یگان وقت به قسم هیجان ضرورت داره. تو چه کرده بودی ها؟ فکر کردی که من تحت تاثیر او بازیای طفلانیت قرار میگیرم؟ اما در یک موضوع تو حق به جانب هستی، از اینکه مجبور خواهد شدی سر جلاد خود عاشق شوی. اویگار چی؟ یک مشکل داریم. چی شده؟ دویگو در صورتی که از من منصرف می شدی، پس چرا مرا فریب دادی؟ چرا از پشتم دویدی؟ چرا کار کردی که سر عشقت باور کنم؟ چرا برای من خیالات ساختی؟ دویگو بشنو چی میگم. نمیشنوم. از اینکه قبلا شنیدیم چی شد؟ هر گپی که گفتی کلش دروغ بود. عشقی که نسبت به من داشتی کلش دروغ بود. گپ ناق بود. من ناق باور کردم. دویگو اما یک بار منصرف شدی نه؟ ناق میگفتی که به خاطر من مجادله میکنی. من سر تو باور کردم، اما تو از من منصرف شدی. منصرف نشده. منصرف شدی.